سلام دوستان عزیز، مسئله 1179 ریمکویچ را حل می نمایم و شرطش را می خونم. مسه پروتونی که با سرعت 2 از 10 ضرب 10 در درجه 8 متر تقسیم ثانیه پرواز می کند چقدر است؟ مسه پروتونی آرام را یک واحد اتمی مسه قبول کنید. هنگام حرکت جسم با سرعت بلند به سرعت روشنایی نزدیک مسه این جسم زیاد می شود و با فرموله مسه m برابری m0 که در اینجا m0 مسه آرامی می باشد. m0 تقسیم 1 طرح v کвадрат تقسیم 3 کвадрат در تحت ریشه با این فرموله معین کرده می شود و ما البته سرعت روشنایی را می دانیم و مسه آرامی هم به ما داده شده است، یک واحد اتمی مسه و قیمت های عددی را گذاشته حساب میکنیم. این مثلا نه آنقدر دشوار است. m0 یک واحد اتمی مسه تقسیم ریشه 1 طرح 2 از 10 4 ضرب 10 در درجه 8 تقسیم 3 ضرب 10 در درجه 8 در کвадрат برابری یک واحد اتمی مسه تقسیم 1 طرح 2 از 10 4 تقسیم 3 می شود 0 از 10 8 0 از 10 8 در کвадрат می شود 0 از 164 و تقسیم یک واحد اتمی مسه تقسیم از یک 0 از 10 0 از 164 رو گیریم 0 از 136 و ریشه 0 از 136 می شود 0 از 10 6 یک تقسیم 0 از 10 6 تقریبا یک تقسیم 0 از 10 6 1 از 166 همینطور تقریبا 1 از 67 میگیریم 1 از 67 واحد اتمی مسه. این بود مسئله 1179 از ریمکویچ که نه آنقدر مشکل بود، فقط تنها در فرموله باید فرموله را میدونستیم. فرموله اینشتین زیادشوی مسه هنگامی با سرعت روشنایی نزدیک حرکت کردن.